امروز تو این ویدیو من قراره که مامانم، بابام و داداشمو پرنک کنم. و پرنک چیه؟ میخوام موهامو کوتاه کنم بعد از تقریبا 2 سال و ببینم ریاکشنشون چیه و چه واکنشی دارن به موهای کوتاه شده من. خب بچه‌ها دارم لباسمو میپوشم که برم سمت آرایشگاه و موهامو کوتاه کنم. خب بچه‌ها اومدم آرایشگاه، رسیدم و اینکه آخرین لحظاتیه که موهای من بلنده. بریم تو. اگر که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی موهای من رو نگاه کن. آقا عادت ندارم خودم واقعا میگم، موهای من تا اینجا هم بود، الان نگاه کنین. واقعا حس میکنم خیلی بد شده. اما توی کامنت ها بنویسین که از 1 تا 10 به موهای بنده چند میدین. تو رو خدا دلمو نشکنین، 10 بدین، بهم دلداری بدین. اوکی بریم ادامه ویدیو. فعلا خب بچه یه عزیزه توی خونه این شد موهای من یا پس ریدم خودم. خالم اینجاست. از 1 تا 10 موهام چند میدی؟ 10. خدایی؟ آره. بریم ببینیم واکنش مامانم و داداشم چیه. بابام نمیدونم خونه است یا نه، ولی داداشم میدونم خونه است. مرسی. مامانم میدونم خونه است. با این نیروهش هم یه چیز شدم کارمنده بانک و قطعا. چرا رفتی پایین؟ حالا آسانسور بیاد بالا میبینم تو. فعلا خب بچه یه عزیزه توی خونه من رسیدم خونه و منتظرم خالم هم بیاد، چون میخواد بیاد خونه ما. منتظرم بیاد که با هم بریم بالا. نمیدونم اتون بچه یه عزیزه توی خونه ترشیدی؟ من رسیدم تو آسانسور و موهامو نگاه. بریم تو ببینیم چه واکنشی داره. بریم تو. ها؟ سلام. خوشگله من. سلام. ولاگ. تو هم داری ولاگ میگیری؟ مبارکت باشه. سلام. وای خدای من چقدر خوشگل شده. خوشگل‌تر شدی ها. ما خودم علی داداشتو ببین. ببینم. سلام. به مبارک باشه. چقدر بهت میاد. اسمم مدود کردم. ما میری کنار. خیلی خفن شد. خب بچه عزیز توی خونه، اگر تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید یک کوکوزنگی بزنید توی کامنت که بفهمم ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. باید دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. تا ویدیو بعدی گود.